شما جوانهای محترم به قدر مادرها برسید. مادرها در حیات غنیمت هستند، دائمی نیستند. 5 سال یا 10 سال پس از دنیا میره و والله قسم ابدی جاش خالی میمونه، ابدی میسوزی. بار میخواهی که مادر بگم نمیابی. چند وقت پیش یک انسانی محترم دما مهمان شد، سالهای پیش در این شهر ما بود. گو حضرت هر باره که من از روسیه میرفتم مادر افتان و خیزان پیشواز من میبرآمد، من پیشواز میگرفت، اما مادر از دنیا گذشت. این دهگو وقت خانه رفتم احساس کردم که همه در دیوار خالی هست، چیزی گم شده است، زینت و زیبایی خانه نمیرسد، نوری خانه تاریک شده است. احساس کردم که در خانه چیزی باقی نمانده است. در اصل چنین است برادران عزیز و بزرگوار. مادر شخصیتی هست که پیغمبر بزرگوار گفتن الجنت تحت اقدام امهاتکم، تن جنت شما در زیر قدم های مادرهای شما هست. برادر عزیز بزرگوار، جنت اگر بخواهی که جنتی باشی خاک کف پای مادر شد، خاک کف پای پدر شد. عزیزای خدا می فرمایند جنت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است. خواهی که رضای ما بیابی آن کن که رضای مادران است. حضرت می فرماید جنت که رضای خدا میخواهد که من و شما جنتی باشیم، جنت برویم. جنت که رضای خدا در جنت رفتن است. حضرت میگه در کجا هست جنتی؟ تو ای جوان جنت میخواهی؟ جنت جستجو داری؟ در زیر قدم مادرت هست. خواهی که رضای خدا را بیابی آن کاری را که رضای مادر است. برادر عزیز، رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخطهما. رضاگی الله در راضیگی پدر و مادر است و قهر و غضب الله هم در قهر و غضب و ناراضگی پدر و مادر است. و همین خاطر جوانهای محترم ما و شما به قدر پدر و مادر برسید. پدر و مادر خیلی بزرگ هستند، خیلی حقدار. خداوند در 4 جای قرآن بعد از عبادت و بندگی خودش امر برای احترام پدر و مادر کرده است. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. فقط عبادت و بندگی خدا کن، در برابر عبادت و بندگی خدا یگان چیزی را شریک نیار. بعد از عبادت و بندگی پروردگار پدر و مادر تا احترام، پدر و مادر حرمت، پدر و مادر قدردانی کن. احترام پدر و مادر، حقوق پدر و مادر برای فرزند فرض عین است. این حتمی هست، ضروری است. برادران عزیز و بزرگوار، از هر فرزندی که پدر و مادر ناراضی باشند، از هر فرزندی که وی عاق باشند، خداوند برای او فرزند جنت حرام گردانده است. پیغمبر بزرگوار در روایت گفتند که وقت خداوند جنت خلق کرد، تمام زینت و لذتهاش آماده کرد، مهیا کرد، رب العالمین گفت و بعزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم ای جنت برای داخل شدن تو من عاق پدر و مادر حرام گرداندم. عاق پدر و مادر روی جنت نمیبینند و بوی جنت در دماغشون نمیرسه. و همین خاطر برادران عزیز و بزرگوار به قدر پدر و مادر برسیم. خصوصا مادر خیلی بزرگواری است. پیغمبر بزرگوار گفتن و هما جنتک و نارک. این دو شخصیت جنت و دوزخ شما هستند. هر روز اگر پدر و مادر حیات باشند از اونها دعا بگیری، از در خانه بیرون شی، خداوند 2 در جنت درود کشاده میگردانه. میگه از کدام درش میخواهی داخل جنت شو؟ رضای پدر و مادر، دعای پدر و مادر، خدمت پدر و مادر تو جنتی میگردانه. برادر عزیز بزرگوار،